بلای سفر من برای خود اختیار میکنم زمانی که در خانه اگر من در پیش زن خود قدر نداشته باشم. اگر زن مرا در خانه احترام نکند برای من همون بلای سفر و عذاب سفر برای من. امروز گویم زنهایی که دور هستند شوهرها از آنها ناراضی هستند، یقین دانند که باور کنین عاقبت خوب ندارند. اونا حتی اگر گویم کدام انسانی که اونا را جنازه شخواند جنازه امروز گویم زنهایی که دور هستند شوهرها از آنها ناراضی هستند، یقین دانند که باور کنین عاقبت خوب ندارند. اونا حتی اگر گویم کدام انسانی که اونا را جنازه شخواند جنازه میخواندگی اونها را دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن از زنی بد خدایا پناه. حضرت سعدی هم گفتن آدمی گفتن زنی نیکخواه گفتن دلارام است. اگر زنی نیکخواه باشد زنی گویم که با عبادت باشد زنی باشد که با قدر شوهر میرسیدگی باشد شوهر از او راضی است این زن زن دلارام میگن. این دلی همون مرد آرام کننده است. ولیکن از زنی بد خدایا پناه. لیکن حضرت گفتن خدایا اگر در تقدیر من همین زنی بد باشد خدایا از همین زنی بد به سوی تو پناه طلب میکنم. تیهی پای رفتن به از کفش تنگ بلای سفر به که در خانه جنگ. حضرت میگوید تیهی پای رفتن به از کفش تنگ. اگر همین کفش ها همین پتینکه هایی که گویم در پای ما تنگ هستند و پای ما و شما را آزار میدهند ببین تیهی پای رفتن به از کفش تنگ. از این گونه پتینکه را پوشیدن در پای لیج رفتن بهتر است گفتند. بلای سفر به که در خانه جنگ. سفر همه وقت مشقت دارد عذاب دارد لیکن حضرت گفتن انا همون بلای سفر من برای خود اختیار میکنم زمانی که در خانه اگر من در پیش زن خود قدر نداشته باشم. اگر زن مرا در خانه احترام نکند برای من همون بلای سفر و عذاب سفر برای من بهتر است گفتن. ببین یعنی از این گونه زنی که انسان دارد که همیشه در گویم که آزار او روبرو هست حضرت گفتن از این در نبودن اون زن بهتر است نداشتنش بهتر است. به زندان قاضی گرفتار و به که در خانه بینی در ابرو گیره. حضرت گفتن زندان قاضی گفتن خیلی گفتن خوب است برای آن کسی که اگر در خانه زن دارد که همیشه قواق دارد هیچ وقت چهره کشاده ندارد مرد خوب قبول نمیکند شوهر دیدن را تبسم میکنند شوهر را استقبال میگیرند دستهای شوهرها را بوسه میکنند. لیکن بعض زنهای دیگر هست که شوهر را دیدن برابر وجود او دیگرگون میشود قواق در وجود او پیدا میشود. انا حضرت همون را گفتن به زندان قاضی گرفتار و به که در خانه بینی در ابرو گیری. سفر عید باشد بر آن کت خدای که بانوی زیشتش بود در سرای. گفته است برای آدمی که بانوی زیشت دارد برای کسی که زنی بد دارد زنی ناخوب دارد این گفته است همون سفر در بودنش برای او عید است. گفته است همین سفر هم که عذاب دارد از خانه بیرون بودنش گفته است خیلی برای او خوب است وقتی یک بانوی ناخوب زنی ناخوب در حولی او سیر و سیاحت دارد. از این خاطر از همه خواهرها از همه مادرهایی که صدای ما را آینده میشنوند از شما خواهش ما همین از شوهرها را احترام. زبیر زنی داشت اما شما شاید این قصه را شنیده باشین به نام ام سلیم بود. ام سلیم مادر انس بسیار زن دیندار بود بسیار. وقتی که خبر موت شوهر ام سلیم را ابو طلحه شنید ابو طلحه وقتی که شنید بسیار خرسند شد که شوهر ام سلیم از دنیا گذشت. به خاطر چی خرسند شد؟ به خاطر که ام سلیم بسیار زن آلفته و بسیار زن زیبا و بسیار زن دیندار بود و ابو طلحه که یکی از مردهای خیلی با دولت بود در حال گفت من الحال خواستگاری می روم و یقین می دانم که من دولت زیاد دارم ام سلیم این پیشنهاد مرا رد نمی کند. لیکن وقتی که به خاندان ام سلیم در آمد و ام سلیم از او پرسید باعث چی خانه من مهمان شدی؟ گفت میخواهم تو را در نکاح خود درآورم.
گفت تو نمیدانی که نکاح مسلمان با کافر درست نمی شود. اون زمان ابو طلحه ایمان نآورده بود. ابو طلحه میگوید فکر کردم که شاید که پول میخواهد، مال میخواهد. گفتم من از زرد و سفید بسیار دارم، یعنی مقصد از زرد و سفید طلا و نقره زیاد دارم. ام سلیم گفت که من برای طلای تو و برای نقره تو هیچ حاجتی ندارم، لیکن فقط پیشنهاد دارم که در بدل مهری که برای من نصیب میگردانی اسلام بیار، همینش برای من کفایت میکند، برای من مهر ندی. وقتی که ابو طلحه دید که هیچ علاج ندارد، اسلام آورد. گو با دستی که اسلام یارم؟ گو با دستی خود من. بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو طلحه وقتی میگوید این کلمه را عرضه کردم و با این ام سلیم گوییم که خانداری میکردیم، یک جای حیات بسر میبردیم، از او فرزند تولد شد به نام ابو عمیر. ببین بسیار دوست رویت بود. بگوید حتی حبیب خدا با این طفل در کتاب میگوید که حتی بازی هم میکرد. بار همین طفل من قصه را کوتاه میگویم. همین طفل وقتی از دنیا گذشت، ابو طلحه که آدمی روزدار بود، ام سلیم تا بگاه آمدن شوهر همین کودک چیکار کرد؟ میگوید شست و کفن کرد، در خانه دیگر برده گذاشت. وقتی که ابو طلحه آمد از فرزند پرسید، گفت کمی بیتاب است. گفت کمی بیتاب است، لیکن الحال خیلی حالتش خوب شده. گفت در سرخانه پرتاب میگوید ابو طلحه را از آب و آن چیزی که در خانه داشت همش آماده کرد، برای او تیار کرد. وقتی خوراک خوردن، شب میگوید همین ام سلیم با همین ابو طلحه باز خانه‌داری کرد. از قسم سحر گفت ای ابو طلحه، گفت اگر یک شخص در نزد ما تو یک چیز را عاریت آمده گذارد، آیا همون چیزی همون را پس گرداندن به ما و شما ضرور است؟ پس گفت بله البته، اون چیزی که از دیگر نفر است از حق ما و شما نیست. گفت یقین دان که همون ابو عمیر امشب جان به حق تسلیم کرده بود. حضرت ابو طلحه در حیرت ماندند، آخر چرا مرا خبر نکردی؟ اینقدر ناز و ضیافتی که بهر من کردی، با همراهی من باز خانه‌داری کردی. ام سلیم در جواب گفتند تو روزدار بودی، اگر من این خبر مصیبت به تو میرسانیدم، هر آینه تو از این آب و نان نمیخوردی، شاید که در وجود تو یگان خستگی و درماندی پیدا میشد. وقتی که میگوید ابو طلحه این گویم قصه را نزد حبیب خدا گفت، حبیب خدا دست برداشت و گفت خدا در این شبی که شما خانه‌داری کردین خدا فیض نصیب کند. گفته دعا کردن. صحابه هایی که بعد حبیب خدا ابو طلحه را دیدن، میگوید از این زن 10 فرزند تولد شد که همگی حافظ قرآن بودند. به خاطر چی؟ به خاطر که این زنها خدمت در شوهر میکرد.